شما ساکن همین کوچه هستید و کوچه شما به نام استاد ظفر ناظموف نامگذاری شده است. و اندیشه شما خود ظفر ناظموف کی بود؟ ظفر ناظموف این یکی از هنرمندان مشهور تاجیکستان شوروی و تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. خیلی سرودهای خوب می‌سرد اون کس و شادروان. امروز با فکرم زاد روزم دارند و خیلی ما خرسند هستیم از اون هستیم که کسب اون کسای فرزندانشون دوام داده ایستادند. من ساکن شهر دوشنبه کوچه ظفر ناظم. آدم خوب بودن، آدم کمبغل پرور بودن، آدم خاکسار بودن. خیلی حیات همین آخی آدمیزاد همین خیلی آمدن یک روز رفتن است. هنرش شما دوست می داشتید؟ البته حافظ نامی بودن، سروداش دوست می داشتیم. آدمای خوب بودن، سرودای خوب می سرویدن.